سلام دوستان، با کانال نکاتوپ خوش آمدید. اکثر ما با دیدن بازیگران و افراد سرشناس با شکل و ظاهری بی‌عیب عادت کرده ایم، اما بعضی وقتها در زندگی شخصی آنها حادثه‌ای رخ می‌دهد که ظاهراً تغییر می‌یابند و ممکن است که با دیدن آنها را نشناسیم. دوستان عزیز، читавре ки медонед, ширкати Азия Маркет тӯли чанд моҳ ҳаст ки бо блогерони машҳури Тоҷикистон ҳамкорӣ дорад ва Азия Маркет ба мисли ҳамешагӣ дар фикри муштариёни худ аст. Аз ҳамин сабаб ширкати Азия Маркет аз ҳамин рӯз иборатан сар карда то 24 феврал бахшида ба рӯзи артиши миллӣ дар ҳама дороҳои худ 15% тахфиф мекунад. Дору барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯи сар баровардан, барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ ва боз инчунин дигар дороҳои гиёҳии оригиналро пешкаш мекунад. Шумо метавонед худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран занг зада ҳамаи дороҳои гиёҳии оригинали ширкати Азия Маркетро бо 15% тахфиф харидорӣ кунед. Макаули Кулкин. ҳамаи мо филми Танҳо дар хонаро дидаем ки ин писарак дар замони кӯдакии мо аз назари мо як қаҳрамон буд ва бо корҳояш ҳамаро механдонд. номи ӯ Макаули Кулкин аст ва нақши Танҳо дар хона боис шуд ки машҳуртарин ситора дар байни кӯдакон бошаду мавриди таваҷҷӯҳи ҳама қарор гирад. آن وقت برای او همه چیز خوب بود و اینقدر موفقیت و توجه فقط بالای یک کودک تأثیر منفی میگذارد. تمام گالیوود و دنیا چشمانش به این پسرک بود و میخواستند که او بهترین سوپراستار شود. حتی پدر و مادرش فشارهای زیاد به او وارد میکردند و در فیلمهای گوناگون بازی کرد و به جایی رسید که ما دیگر به سختی او را میشناسیم. شهرت زیاد با او آسیب‌های زیادی رساند که یکی از آنها نشمن شدنش بود و به این خاطر عذاب‌های زیادی کشید. این چیزی نبود که از او انتظار داشتند، اما خوشبختانه او امروزه این اعتیاد را ترک کرده است و زندگی سالم‌تری را پیش گرفته است. جان گودمن یکی از شخصیت‌های گالیوود است و نقش‌های زیاد و خاطرمانی را بازی کرده است. تعداد هنرنمایی‌های زیادی دارد. این هنرمند که برنده جایزه جام طلایی شده است سابقه بازیگری طولانی دارد و تأثیرش در ذهن مردم همیشه به یک شکل بوده است. مردی بزرگ و فربه که وزن زیاد دارد و همه او را به همین شکل میشناختند. اما وقتی طرفدارانش برای اکران برآمدن فیلم پانور جمع شدند، جان گودمن را دیده حیران شدند. او خیلی لاغر شده بود و گویا دوباره جوان گشته بود. آنها خیلی تعجب کرده بودند. و وقتی رسمی پیشینه و حاضره او را میبینیم میفهمیم که حق با آنها بوده است. آنها فکر کردند که جان بیمار شده است، اما او در مصاحبهش گفت که من سالهای زیاد فربهی داشتم و وقتی وزنم به 180 کیلوگرم رسید به خودم گفتم بس است، باید وزنم را کم کنم. خوردن خوراک‌های نالازم را بس کرده از پی ورزش شد و پس از کوشش‌های فراوان توانست که از 4 یک حصه وزنش را کم کند و در فیلم‌های آینده خیلی زیباتر نقش می‌آفریند. پاملا اندرسون. یک زمان پاملا اندرسون در آمریکا خیلی مشهور بود و این به خاطر نقش بازیدن در فیلم بیواچ بود. او را به خاطر زیباییش همچون نماد زیبایی همه میشناختند و رسم او در اتاق همه جوانها دیده میشد. اما حالا رو از زیبایی او چیزی باقی نمانده است. او 2 پسر دارد و خیلی جراحی‌های زیاد روی صورتش گذرانده است و آن آدمی پیشینه نیست. در فیلم بیواچ که به نزدیکی ساختی آن به پایان رسید، معلوم شد که او تاج زیبایی و جوانیش را به هنرمند جوان داده است و خودش به نفقه برآمده است. جنیفر هادسون. جنیفر هادسون هم یکی از این بازیگران مشهور است که امروزه تغییر یافته است. او یکی از مشهورترین اشتراک کننده برنامه امریکن ایدئال بود که با اشتراک در فیلم دریم جلز 24 جایزه را از خود کرده، جام طلایی و جایزه اسکار را هم سزاوار شده بود. این موفقیت‌ها برای او کم بود که تصمیم گرفت بدنش را تغییر دهد و در این کار هم موفق شد. او با برنامه کنترل وزنی واچز پروگرام پیوست و کاهش وزن اصلا برایش آسان نبود. در 3 هفته اول عذاب کشید و حتی وزنش بیشتر شد، اما بعدتر با سعی و تلاش فراوان توانست 35 کیلوگرم وزن بدنش را کم کند. او با این کارش خانواده‌اش را نیز به این راه دعوت کرد و همه آنها در یک جایگی 900 کیلوگرم وزن را پرتافتند. جتلی. با فکرم کسی نیست که جتلی را نشناسد و فیلم‌های زیبایش را که با مهارت بازی می‌کرد و ما را به هیجان می‌آورد را تماشا نکرده باشد. اما وقتی یکی از عکس‌های او را که در وقت برآمدن از معبد نشان میداد را دیدند، همه حیران شدند. جتلی معروف اصلا به پیشتر مانند نبود.
این عکس او گپ و خبر را زیاد کرد و بعدا خود او گفت که با بیماری گیپرتیروید گرفتار شده است و عین حال دارو مصرف میکند و حالش هنوز خوب نیست. طبیبان گفتند که اگر او با فیلمسازی برگردد پس شاید معیوب شود و ما دیگر او را نخواهیم دید. عین حال سلامتیش رو به بهبود است. خودش گفته است که طبابت‌ها و ایمانش سبب شفایابیش شده است. اماندا بنز. بعضی وقتا تغییرات بازیگران به هوادارانشان پسند نیست. اماندا بنز هم یکی از این بازیگران داخل می شود که در فیلم‌های رمانتیک در ابتدای قرن 21 کار سر کرده بود. او از 7 سالگی در برنامه کلادی نقش بازیده، در 13 سالگی برنامه مخصوصی خودش را داشت. برنامه اون مدت 4 سال محبوب ترین برنامه تلویزیونی نیکلودیون بود و او 4 بار برنده جایزه بازیگری کودکان شد. ظاهری او برای فیلم‌های رمانتیکی جوانان ساخته شده بود و همین سبب شد که در فیلم‌های بیگ فت لایر و What a Girl Wants خیلی موفق باشد. آن زمان همه چیز خوب بود، اما وسوسه شهرت او را به مواد نشه‌دار و بعداً به روح افتادگی دچار کرد. او چند وقت را در مرکز ترک مواد نشه‌دار گذرانید و شفا یافت، اما زیبایی پیشینه‌اش را ندارد. عین حال راه زندگی را پیدا کرده است و به زندگی پیشینه‌اش برگشته است. کیت وینسلت. کیت وینسلت همون بازیگر مشهور فیلم تیتانیک است که در هالیوود خیلی مشهور است. او از کودکی فربه بود، اما از این موضوع خرسند بود و هیچ وقت شرم نمی‌کرد. او در یک مصاحبه گفته بود که در دوران کودکی در مکتب او را مسخره می‌کردند و به او لقب‌های گوناگون می‌گذاشتند. حتی معلم تئاتر به او گفته بود که فقط نقش آدمان فربه را به او می‌دهد. همه این باعث شد که کیت خودش را عوض کند و وقت بیشتری را برای زیباییش صرف کند و او در این راه موفق هم شد. او اصلا باور نداشت که نقش فیلم تیتانیک را به او می‌دهند، اما یک باره از کار در یک ساندویچ فروشی به یکی از مشهورترین فیلم‌ها رسید. با اینکه کارگردان این فیلم به فربهی او اشاره کرد و از او خواست که وزنش را پرتاید، اما کیت به او توجه نکرد و به کارش ادامه داد. هرچند عکس‌های حاضرش به گذشته‌اش تماما مانند نیست، اما به ما آموخت که انسان نوابسته به کمبودی‌هایش باید بر راه موفقیت قدم گذارد و عزت نفسش را کسی خلردار کردن نتواند. دوستان حتما نظریات خود را در این مورد نویسید. لایک موندن و آبونه شدن را فراموش نکنید.